سلام دوستان، دستگاه کاشت ناخن یا سوهان برقی استرانگ 210 هم رسید. دقت کنید که توی خرید، حالا چزمه چه هر کجای دیگه که میخوایم بخرین، واژه 35K که اینجا نوشته حتما باشه که نشان دهنده دور این دستگاه هست. این در واقع محفظه نگهدارندشه که هم میتونید اینجا نگهش دارید، بذارید اونجا باشه، هم اینجا پدالشه. بعد این هم میزنیم به برق، دکمه پاورش این بغل هست، میزنیم روشن میشه. این دکمه برای اینه که راستگرد باشه یا چپگرد باشه. یه دکمه هم این پشت داریم که توی این حالت دستی هست، یعنی دیگه پدال کار نمیکنه. الان گذاشتیم توی حالت دستی. اینو که شما بچرخونید میبینید که به این صورت در واقع کم و زیاد میشه. حالا اینو اگر بذارید توی حالت پدال، وقتی پدال رو بزنید کار میکنه این دستگاه. به این صورت پکی که میاد برای شما اینجا CK نوشته، این چون قدرت خود دستگاه رو نشون میده که مهم دستشه که باید حتما 35K باشه، یعنی 35000 دور باشه. حالا من اینو بازش میکنم. به این صورت یه پک برای شما میاد که نگهدارنده دسته هستش، پدال راهنماش دستگاهه و این در واقع محفظه نگهدارنده روی خودشه و این هم در واقع خود دسته هست. نکته دیگه که حتما باید بهش توجه داشته باشید، زیر دستگاه هست که حتما باید واژه مدین کوریا روش نوشته باشه که نشون دهنده کیفیت دستگاه هست.